ببخشید من این کلمه خرم بد نیست، تو فرهنگ اصفهان کلمه خر توهین نیست. حالا قوما نمیدونم، میگن یه تهرونی اومده بود اصفهانی ما درس بخونه، بقیه به چاوش میگفتن خره این پاک کنه ده بده، خره این مداده ده بده. صدای سرکن فرارسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شادباش میگویم و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخندگی آغاز می شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می کنم. در سال 58 وقتی که کمیته به خونه دکتر علی اصغر خدادوست حمله کردند، با چند تا بطری مشروب روبرو شدن که به دستور حاکم شهر اسلام در شیراز ایشون رو به شلاق محکوم کردن و از افتخار چشم پزشکی ایران و جهان اینطوری قدردانی کردن. دکترم بعد از این اتفاق علیرغم میل خودش همه خونه زندگیش به ما مهربونه. اگه دل از سر و سامون بیفته جلو چشمام به خواب و خون بیفته، نمیذارم که قلب عاشق من به لیلا خواهی مجنون بیفته، به لیلا خواهی مجنون بیفته. اگه میخوای حتی بعد از 50 سالگی هم قد بکشی ترکیباتیو که بهت میگم و درست کن و بخور، بهت قول میدم تو 1 ماه میتونی باهاش 5 سانت قد بکشی. اول یه لیوان شیر بریز، بعدش یه موز رو تکه تکه کن و 1 لیوان زردچوبه و 1 قاشق دارچین و 10 گرم جنسینگ و 1 کم فلفل سیاه بریز و مخلوط کن و بخور. از 1 ماه که مصرف